به نام خدای خوب و مهربان. بسم الله تمام الشغل بسم الله شروع العمل بسم الله تمام الشغل. سلام به دخترکانی نازنین، سلام به پسرکانی باهوش و زرنگ. حالتان چی طور است؟ خوب و خوش و سلامت و تندرست هستید؟ الحمدلله که لبهاتان خندان و دلهاتان شاداب است. بچه ها، به مهمانی خدا جان خوش آمدید. ماه رمضان مبارک. بچه‌های عزیز، در برنامه امروز خاطره دوستی عزیزمان رستم جان را میشنویم. رستم جان 10 ساله است و از شهر حصار برای ما خاطره فرستاده است. همراه ما باشه تا آن را بشنویم. سلام بچه ها، من رستم از شهر حصار هستم و 10 سال سن دارم. من خیلی به ورزش علاقه‌مندم و از همه بیشتر به دوچرخه سواری شوق دارم. به عقیده من ورزش و خصوصا دوچرخه سواری بدن و موشک‌های ما را به قوت می‌کند. من صاحب یک دوچرخه هستم. اما ماجرای دوچرخه دار شدن من از 1 سال پیش شروع می شود. پدرم یک ماشین تاکسی دارد و با آن کار می کند و مهنتی فراوان می کشد. من پدرم را خیلی دوست می دارم و برای همین هرگز نمی خواستم که برای صاحب دوچرخه شدن پدرم خسته شود یا که به زحمت افتد. برای همین در یک صندوقچه کم کم پولها و تنگه های را که به خودم می دادند می گذاشتم و برای خریدن دوچرخه‌ام پول جمع می کردم. روزها می گذشت و صندوقچه من هم هر روز وزبین‌تر می شد. یک روز همراه پدرم به بازار رفته بودم. بعد از آن که پدر چیزهای لازمی را خریدند، همراه او رفتم خانه حاجی بابا. حاجی بابا مولای محله ماست. او مردی مهربان و خداشناسی است. وقتی وارد خانه مولا شدم، فوراً برایمان یک طبق تربوزی خنکک آوردند. آنقدر آبدار و شیرین بود که تشنگی و خستگیمان را برطرف کرد. بعد از آن پدرم و مولا درباره چند خانواده صحبت کردند که وضع زندگیشان خوب نبود. پدرم مقداری پول از کیسهشان برآورده و مولا داده گفتند: حاجی بابا، من از خدا حاجتی دارم. میخواهم این پول را در اختیار شما مانم تا در راه خیر خرج شود. اگر کم باشد عفو کنید. حاجی بابا گفتند: رحمتی کلان، انشاءالله خداوند حاجت شما را دهد. من و چند نفر دیگر نیت کردیم پیش از رمضان پول جمع کنیم و قرض کریم را دهیم و او را از زندان آزاد کنیم. او مردی خوبی است. 3 کودکی قد و نیم قد دارد و ثواب دارد ماه رمضان او را نزد عائله‌اش بازگردانیم. انفاق و بخشش کردن به نیازمندان از آن چیزی که دوست می‌داریم نزد خدا خیلی ارزشمند است و خداوند چند برابر به بنده‌اش پاداش می‌دهد. من و پسر عمک کریم عبدالله جوره‌های جانی هستیم. وقتی مولا این حرف‌ها را می‌زدند من هم به فکر فرو رفتم، چون از حال عبدالله با خبر بودم و می‌دانستم که دوری پدر چقدر برای او و خانواده اش سخت و طاقت فرسا شده ایستاده است.
همان طور که پدرم و مولا با هم گرمی صحبت بودند، از پدر جانم اجازه پرسیدم و خارج شدم. خانه مولا در سر کوچه است و 5-6 در با ما فاصله دارد. وقتی به خانه رفتم، مادرم مشغول کار خانه بود. به اتاق در آمدم و صندوقچه‌ام را گرفته نزد مادرم رفتم. من و مادرم روی کت حولی نشستیم و من سخنهای مولا را به مادرم گفتم. بعد مادرم هم گفتند خدا به صنوبر مادر عبدالله صبر دهد و به حاجی بابا و دیگر خیرین هم اجر. بعد من هم به صندوقچه‌ام اشاره کرده گفتم که میخواهم من هم در این ثواب شریک شوم. عبدالله جوره من است و جورگی برای روزهای سختم هست. مادرم لبخندی زده گفتند پسرم انشاءالله که عاقبت بخیر شوی. من هم خرسند صندوقچه‌ام را گرفته نزد پدرم و مولا رفتم. هم حاجی بابا و هم پدرم مرا خیلی تشویق کردند. خیلی احساس خوبی داشتم. خلاصه مولا و دیگر اهالی محله من توانستند عمک کریم را 3 روز پیش از رمضان به خانه بازگردانند. وقتی به چهره عبدالله نگاه میکردم از خرسندی چشمانش برق میزد. نزدیک عید رمضان عمکم از خطای آمدند و همراهشان از آنجا 1 دوچرخه خوب برای من سوغات آوردند. این بود ماجرای دوچرخه دار شدن من. دوستان خوبم، شما هم شنیدید؟ بسیار خاطره جالب بود. آفرین بر رستم جان که هم به فکری پدر و مادرش است و هم به فکری دوستان و یارانش. دوستان عزیزم، من مطمئنم که همه شما اینچنین هستید. یعنی همیشه سعی میکنید به اطرافیانتان خوبی و محبت کنید. تا برنامه و داستان و خاطره دیگر شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا نگهدار.